خیلی خوش اومدید به کانال خودتون آلمانی با آرمانی. امروز صرف فعل دو فعل به شدت مهم رو داریم. کومن، گین. کومن به معنی آمدن و گین به معنی رفتن. ایش، من. دو، تو. او آقا. اس او خونسا مثل ماشین. زی او خانوم. ویا ما. یا شما. زی اول که با اس بزرگه یعنی شمای محترمانه. زی دوم که با اس کوچیکه یعنی آنها. الان میگید خب این زی شمای محترمانه با ایا چه فرقی داره؟ ایا جمعه شماها، اما این زی با اس بزرگ یعنی شمای محترمانه. مثلا شما میرید، شما میاید، به یک نفر بگی. زی دوم که معنی آنهاست. خب با صرف فعل کومن شروع میکنیم. ایش کومه من میام. ایش کومه یتس. ایش کومه گراده. من از سایه میام، من همین الان میام. ایش کومه سوفوس. پیاده میام. کامست دو سوفوس؟ پیاده میای؟ کومت سوفوس؟ اون پیاده میاد. زی کومت سوفوس؟ اون پیاده میاد. ویا کومن. ایا کومت. زی کومن. ویا کومن ما میاییم. ویا کومن morgen ما فردا میاییم. ویا کومن übermorgen ما پس فردا میاییم. ihr kommt شما میایید. ihr kommt morgen شما فردا میایید. ihr kommt zu Fuß پیاده میایید. sie kommen. sie kommen zu Fuß به یک نفر محترمانه، چون با اس بزرگ استفاده میخوام بکنم. اگه با اس بزرگ باشه وقتی میگید زی کومن سوفوس دارید به یک نفر، به یک شخص محترمانه میگید که پیاده میایید. شما یک نفر محترمانه رسمی دارید صحبت میکنید. اگر از زی با اس کوچیک استفاده کنید یعنی آنها. زی کومن مورگن اونا فردا میان، آنها فردا میان. زی کومن übermorgen اونا پس فردا میان. زی کومن übermorgen zu Fuß اونا پس فردا پیاده میان. خیلی خوب، میریم سراغ صرف فعل گین یعنی رفتن. Ich gehe من میرم. Ich gehe morgen nach Deutschland من میرم فردا به سمت آلمان. خدا دهنم شد. خب du gehst تو میری. Du gehst morgen nach Polen تو فردا میری به سمت پول. sie geht اون میره. sie geht übermorgen zum Iran اون پس فردا میره به سمت ایران. wir gehen ihr geht sie gehen. wir gehen übermorgen oder nächste Woche هفته بعد zum Iran به سمت ایران. سوم توجه کنید سودم بوده. اوکی، مخففش میشه سوم. برای کشورهای مذکر خنثی و مؤنث باید شما از کلمات مختلف برای رفتن و اومدن از سمتش استفاده کنید که توی ویدیو بعدی من کامل براتون توضیح میدم. فعلا در همین حد بدونید کافیه. Wir gehen zum Iran ما میریم به سمت ایران. Ihr geht zum Iran oder nach Deutschland شما میرید به سمت ایران یا آلمان. Sie kommen Sie gehen nach Deutschland. دو تا معنی میتونه داشته باشه. اگر با اس بزرگ باشه اون زی یعنی شما محترم میرید به سمت آلمان. اگر با زی کوچیک باشه میشه آنها میرن به سمت آلمان. اوکی، خسته نباشید و تبریک میگم بهتون. شما صرف فعل کامل فعل گهن رفتن و کومن آمدن رو یاد گرفتید، البته در زمان پرزنس یعنی زمان حال. ایش کومه من میام، ایش گیه من میرم. اما خب زمان گذشته هم باید یاد بگیریم. شاید بخوایم بگیم که من رفتم، من اومده بودم. میبینی؟ من دیروز اومدم، من دیروز رفتم.
اما خب هیچ جای نگرانی نیست. همین الان زمان پرتیقیتوم و پرفکت فعل گهن و کومن رو با هم یاد میگیریم. خب گذشته پرتیقیتوم که توی فارسی بهش میگن گذشته رسمی یا همون ساده. گذشته پرتیقیتوم فعل کومن میشه کامن. حالا با هم صرفا رو یاد میگیریم. Ich kam، من آمدم. Du kamst، تو آمدی. Sie kam، اون آمد. Ich kam gestern، من دیروز آمدم. Du kamst vorgestern، تو پریروز اومدی. Sie kam، sie gestern kam، اون دیروز اومد. Wir vorgestern kamen، ما پیروز اومدیم. ihr kamt gestern nach Hause، شما دیروز به سمت خونه اومدید. sie kamen gestern bei Arzt، شما دیروز نزد دکتر اومدید. یا اگر با زی آنها باشه میشه آنها به سمت دکتر آمدند. اوکی، پرتیقیتوم فعل گین یعنی رفتن. پرتیقیتوم گین میشه گینگن. گینگن یعنی رفت. اوکی، شروع کنیم به یادگیری صرفهاش. Ich ging، من رفتم. Ich ging gestern nach Hause، من دیروز به خونه رفتم. Du gingst gestern nach Hause، دیروز به سمت خونه رفتی یا دیروز خونه رفتی. Sie ging، sie ging gestern in die Schule، اون دیروز به سمت مدرسه رفت. حالا wir، ihr، sie. Wir gingen gestern nach Hause، ما دیروز به سمت خونه رفتیم. Gingt ihr gestern bei Arzt، دیروز به سمت یا نزد یک دکتر رفتید. Sie gingen gestern in den Park، اونها دیروز به پارک رفتن. یا میتونه به معنی شما باشه، شما دیروز به پارک رفتید. خیلی خوب، این هم از صرف فعل گین در حالت پرتیقیتوم، گذشته رسمی یا همون خبری یا ساده هم بهش میگن. ببینید این پرتیقیتوم ها معمولا توی اخبار بیشتر ازشون استفاده میشه و معمولا خیلی بیشتر از پرفکت استفاده میشه که شما میبینید پرفکت فعل کومن میشه گکومن که حرف اضافهش هم هابن هستش. اما سعی میکنیم توی یک جلسه مجزا این رو توضیح بدیم، نمیخوام قاطی کنید. فقط در همین حد که بدونید پرفکت گهن میشه گگانگن و با زاین صرف میشه و کومن میشه گکومن و با هابن صرف میشه. در همین حد. حمایت از کانال خودتون آلمانی با آرمانی فراموش نشه. هر سوالی هم داشتید کامنت کنید، حتما پاسخ میدم. و اینکه جلسه بعد حتما حضور داشته باشید، چون گذشته کامل فعل کومن و گهن رو با هم داریم. So, tschüss, bis dann.